خوب رفیقان، بعداً یک یک وو میخوریم. البته او را دلگیر نکنید. روید همه از پس کار شوید. زود باشید. صبر چیست؟ صحبت کنیم میشود. حالا بازی به آخر نرسیده است. ما آنها را خم و خم میخوریم. خاطر نشد. ایاز، ایاز، آیا این همه حظ است؟ التماس حظ است بگو. تو برای خواستگاری من به نزد پدرم نرفتی؟ جانان، ایاز، در درون چی شد؟ پدرم به تو چی گفتند؟ یگان چیز نشد. چی خیلی یگان چیز نشد ایاز؟ تو از پدرم دستی مرا طلب نکردی؟ پدرم به تو چی گفتند؟ راضی نشدند؟ در درون چی شد؟ نقل کن. نمیتوانم. با من فشار نهار. اینقدر صحبت کردیم، به من وعده دادی. آوانی کودکی و گذشته مالو چی در صرف نظر میکنی؟ چخیل برای عشق کرسی شده ایواز میشوی ایاز؟ نه جانان، نمیفهمی. این عشق کرسی نیست. ولی نپرس. من چاره دیگر نداشتم. سببش رو گفته نمیتوانم. با من باور کن و از بحر من گذر. بس است. ایاز، خدایا چخیل این رو به من کردی ایاز؟ چخیل خدا لعنت کند. لعنت کند. این چی کار کرده ایستاده است؟ چی گپ باشد؟ ای خدا به من یاری ده که دیوانه میشوم. تو از گپت سرکشی کن، اما من هیچ گوه نمی کنم. استعفایم تا حال گذرا است. چرا کسی به من چیزی نمیگوید؟ برای چی؟ برای چی ایاز؟ جانان، مگر دیوانه شده است؟ همینش نمیرسید. در طرفی راست ماشینت را باز دار. از نزدم رفت. به این هم عصبیم.
نمیخوام تو رو دل شکسته کنم. یک مرتبه شکستی، دیگر نمیشکنم. در آنجا تو را غمگین دیدم و خواستم که به نزدت آیم. خواستم بپرسم که برایت یکم کار کرده میتوانم. نیتی بد ندارم. التماس رав. من به یاری کسی احتیاج ندارم. تو اشیاء رو جمع میکنی؟ برای چی؟ استعفا دادم. میروم. نمیخوام که آیدین با تو صحبت کنم. اکنون برو از اینجا. جانم. رав. شما کیستید؟ در اینجا چی گپی هست؟ برای چی پای افزالش این خیل است؟ انیخ این کارمندی پلیس نیست. اگر این شخصی که تاکید میکنی دادرم باشد به مرگ راضی شو. کسی که نباشی به مردن آماده شو. این را اثرم بگیرید. بکارخواه به مرگتان میرسید. من کلیت دهن. اثرم بگیرید. بگیرید این را. این اینجا ایستد. هنگامی بر اومدن میگیرم. یک پدرم رو بینم. اما جناب هلدون در حجره‌اش نیست. در کجاست؟ نمیدونم. با من دروغ نگو سرپیل. پدر در را کشوید. پدر میدونم که در داخلید. پدر در را کشوید. باید صحبت کنیم. کشوده نمیتوانم دخترم. مرا ببخش. پدر کارهای شده را باید نقل کنید. در را کشوید. اکنون انتخاب کن. دخترت لباس عروسی میپوشد یا کفن میپوشد؟ کلیچی نابکار، بی ناموس، مرا مسخره کردی ها؟ سردهت زکا، سردهت من کلید دهن. این را به شما که فرمان داد میدانم. همه تون را نابود میکنم. همه تون میمورید. این از کجا پیدا شد؟ این لعنتی خود کی باشد؟ زودتر این را سرم براره. و مانندی مردها به چشمانم نگاه کنه. شما مردید، اما شما مرد نیستید. اول از قفا حمله کرده بعداً پنهان میشوید. و کردهتون جواب میدید. با من روبرو شوید میگریزید.
من کلیج دهان خانم جانم یک طرفی است. زود باش. به شرف نهایت به آخری راه رسیده. ایاز همه‌تون رو نابود میکنم. حیوان ها، همه‌تون رو نابود خواهم کرد. و کرسی الکتریکی میچینانم. بخشش حجره خانم نسترین در کجاست؟ در طرف چپ. شما دخترش هستید؟ بله، دخترش حساب میشوم. میدونم که با من خشمگین شده ای. من هم هنگام مختن زنی دویم خشمگین شده بودم. وجودم آتش گرفته بود. لیکن همین رو فهمیدم که نخم به خیشت آید به پیشت راست بوده است. شما رو دویم حرمت میکردم خانم نسرین. هم رنجیدم و هم دوست داشتم. برای آنکه یک درد داشتیم. در دل هر دوی ما عشق فرزند است. تو فرزند رو از دست دادی، به خاک سپاریدی، اما من در دل حسرت دیدن فرزند رو دارم. کاش که چقدر غمگین بودنم رو میدانستی. برای به دست آوردن او چی کارهای نمی کردم. کاش که چقدر کوشش های کردم رو میدیدی. قسم میخورم که نیتی از تو گرفتن جناب قادر رو ندارم. کوشش هم نکردم. کاش که بیدار میشدی و من از تو بخشش میپرسیدم. بیاز؟ تو که آمدی؟ حاضر آمدم. خواستم که خانم نسترین رو خبر گیرم. چه خیلی که میبینی؟ یگان بهبودی نیست. تا حال به خود نآمده است.
вай майлаш ин тавр бошад ман меравам. майлаш ҷон ман туро ба ин ҷо набиёвурда будам. چی کار کنم قادر خدایی کرده نتوانستم غمگین میشوم. این تو نیستی ایاز، میدونم. با تو چه شد؟ کسی از من گریخته نمیتواند. سوی دوزخ راهی سفید. ای ابله ایاز طاقت کن نمیر ایاز ما رو ترک نکن تو رو از پدرت خواستگاری میکنم کن ندیهد و بیند جانان انگشترینی آورده جناب کلیچ را در زیر فراموش کرده ای. باید اونجا پنهان کنیم تا که گم نشود. همینطور نه دختری زیبایم. بیا حیوان برخیز بیناموز برخیز کجا شدید؟ در حد عقل آب دهید.
تو ترک هستی ها؟ بگو کدام ترک بر سری پالکولنیک خلطه میپوشاند؟ کدام ترک؟ پاره پاره میکنم تو را حیوان. و شما را نابود میکنم. در هر کجایی که نباشید من شما را یافته نابود میکنم. شما را ریزه ریزه میکنم. دف شوید پدر سگها. طاقت کن شیربچه، طاقت کن. اکا طاقت کن، کم مانده است. یاری دهید دکتر. زودتر باشید، زودتر. سرش را احتیاط کنید. صدمه است. صدمه زود باشید. دودرت است؟ نه، در راه پیدا کردم، با صدمه دوچار شده است. دودرت است؟ نمیدانم، کاش که میدانستم. پدر، این دفعه به هیچ جا گریخته نمیتوانید. باید به من ایضاح دهید. گپ زن جانان. با ایاز آیدی چه صحبت کردید؟ بس است. یک بار مرا گوش کنید. بعد سخنها را گفته می شود اما بعدشون نمی شود. پدر، پدرت زیر زمین شود، به این هم زیر زمین است. آخر برای کی به پا ایستادم؟ برای کی به پا ایستادم؟ چرا نمیفهمید؟ آیا این حیات یک رمان یا یک سلسله فیلم عشقی است؟ دادری من ها؟ کنی اکنون آقای فرهاد گپ زن. چی کار میکنی؟ چی میگویی؟ پدر، حسرتتون پرزور می شود. چنان تنهایم که تنهاییم حد و کنار ندارد. به خود بیا فرهاد. تو چیکار میکنی؟ دو کلمه میخواهم پدر، دو کلمه. نه جانان، نه دو کلمه و نه یک کلمه شنیدن نمیخواهم. مرا دیوانه نکنه. این طور باشد من هم نیستم، نه در خانه نه در جای کار. جانان کم صدا نخوان. هلدون ایاز با صدمه دوچار شده است، حالا در بیمارخانه. چی؟ مادر آمدم. پدرم در خانه‌اند؟ نه، حالا نآمده است. لیکن ماشینشان در بیرون است. چه؟ حالا نآمده است. آواز برارید سگ‌های لعین. به نام خدا دویم خود را گناهگار نکن. چرا به تمام کارهای کرده های کلیچ خود را سببگار میشماری؟ این چه گپ است؟ خود را گناهگار نمیکنم گل، اما ناچار بودنم مرا علم‌آور میکند. فکر کن که در آنجا ایاز خواب است که در شناسنامه‌اش نام پدر و مادر با شناسنامه من یک است.
лекин насаб не зодгоҳаш фарқ мекунад ва ман аз ҳамин сабаб намедонам ки додари ман аст ё на. боз аз ҳамин сабаб ба ӯ чизе карда наметавонам. он рӯз ба ҳалдун занг зада будам то ки рафта ёрӣ диҳанд. агар ӯ додари ман бошад медонед ки ин чӣ тавр эзоҳ мешавад. маънои онро дорад ки бо дасти худ додарамро ба қотили падарам таслим кардаам. ман барои ана ҳамин чиз асабӣ ҳастам. خدا ای خدا. اگر در بیمارخانه دادری من باشد همه چیز با آخر میرسد. تو چی گفتن میخواهی؟ وعده به خود و اکا دادم رو عملی میسازم. یعنی با برابر یافتن دادر و خواهرت کلیش رو نابود میکنی همین طور؟ بله همین طور. برای ویران کردن این نظام تمام حجت ها رو فاش میکنم. حبس میکنند. از این هم بدترش تو رو میکشند. پدرم در آوان کودکی به ما یک روایتی نقل میکردند. روایتی اسکران کلاه پوش نام داشت. کلاهشان چنان دراز بود که هنگام هجوم به دشمن از سرشان میافتاد. یک روز از او سوال کردم که برای چی کلاهشان اینقدر دراز است؟ گفت که کلاهشان برایشان کفن است. آنها کفنشان را در بالای سرشان میگردانند. فرهاد نکن. من چون این کلاهی دراز ندارم، اما آهی دارم که تا به آسمان ها رسیده است و من این آهم را به خود کفن کردم. گل من بعد به من تنها مرگ خوش آید. دهانت رو پوش. دائما یک چیز رو تکرار میگویی. تو بغیر از خود فکر دیگران را نمی کنی. اگر تو بمیری فکر میکنی که من زندگی کرده میتوانم. ایاز بخشش. ایاز ایاز من جانون در نزدت هستم. من رفته با دکتر صحبت کنم. با تو چه شد که تو رو به این حال گرفتار کرد؟ ببخش جانم، مرا ببخش. ایاز تو یگان گناه نداری. چه شد نمیدونم، اما تو یگان گناهی نداری. من میروم. اون شخصی که قادر خوشچی برای کشتن ایاز کرایه گرفته است پیدا میکنم. به سوی خطر رفتن رو دوست میداری؟ یا اینکه تو رو خماری ادرنالین گرفته است؟ گل تو چه ها میگویی؟ اگر من اون شخص رو نابود نکنم او ایاز رو نابود میکند. بعدا هرگز دادرم بودن یا نبودنش رو نمیفهمم. گوزه که تو با من چی گفتن میخواهی؟ یگید از قماندان کلیش خبر داری؟ نه، چی شده است؟ گم شده است. سحر از خانه برآمده است، اما ماشینش باشد در نزد خانه اش است. نباشد کجا رفته است؟ نمیدانم. همه جای رو دیده برآمدم اما نیافتم. مرا سر دید به ناموسا. من کلیش دهن هستم. نابکار، خدا لعنت کند. رسوایی. به من ده. ببرون برا دخترم. زود دخترم. نیست ببرون برا. تو کستی؟ بدرون برو. در درون بوده با برابری بیدار شدم باز دیوانه شد. با من نرس. من تو را نمیشناسم. از خانم رفت. خانم نسرین این طور نکنید. رفت. سر ده. این زن کیست؟ شخصی را که ایاز از دستی تو خلاص کرده بود دیدی؟ دیدم. باز یک چیزی دیگر رو نیز دیدم. چیزی دیگر باز چی بود است؟ کنی گپ زن؟ ها؟ شناسنامه‌اش را دیدم. ها؟ او از ژتم است. چی؟ این آدم از ژتم است؟ دخترم گپ زن. این زن کیست؟ در خونه من چیکار داره؟
охир ки ҳаме шуд холаи Настарин ҳамшира аст. албатта шуморо аз беморхона танҳо овардан наметавонистам. چه گونه همشیره است؟ من همشیره نمیخواهم. به بیرون برو. از خانه هم برو. قادر پسرم رو میخواهم. من پسرم رو میخواهم. گفتنی که این آدم از جتیم بوده است. اوغور چوکلک، اوغور چوکلک. هم خودت یگان کار نمیکنی و هم به کاری من مانع میشوی. اما نه، این طور نمیشود. خوب شد که شنیدم. دیگر مشکلی نخواهد شد. نمیدونم که این رو برای چی کردی، اما تشکر به تو. آنان ایاز بهتر شد؟ جانان ایاز خوب هستی؟ جانان من ایاز پسرم چی شد؟ جانان ما را تنها گذار. چی شد؟ چرا؟ من نفهمیدم. باید با ایاز صحبت کنم. برا چرا کسی به من چیزی نمیگوید؟ اوف. تا آمدن من در نزد نسرین نیستی خیلی خرسند میشوم. البته میایستم جنابی خودی. سلامت باش. حیوان صفتی ما رو کسی لطو کوب کرده است ولی دستانش درد نکند. اوه این هزل است؟ توبه توبه. دیوانه است چی؟ یک شخص مرا کشته نیست با لباس پلیس، اما انیق آدمی ژیتیم است. ژیتیم؟ ژیتیم برای چی تو را بکشند؟ باز آیدی شناسنامه‌ات خبردار نشده باشند؟ نمیدانم. اصلا امروز میتوانست مرا کشد، اما به اینجا چطور آمدم این را هم در یاد ندارم. من پرسان میشوم. یک دو شناسنامه پرسم. جانان جانان تو در نزد ایاز است. من کمی کار دارم. قادر قوشچی در اینجاست. قادر؟ بله، خطا نکردم. ایاز را انیق آدم قادر تعقیب دارد. به نزد اوغور چوکلک رفت. با نفری که جنگ کردی او تو رو دید؟ دید. برویم نقاب نداشتم. چرا اینقدر بی تدبیر هستی نمیفهمم. اگر فوش شوی چی؟ رفتیم. ایستا. اگر شخصیتت رو بفهمند چی کار میکنی؟ به مانند کودک هستی. اگر ایاز دادر من باشد ارزنده است. بله، ارزنده است. اگر شخصیتت رو بفهمند تو رو یا حبس میکنند یا میکشند میارزده؟ به این هم این کارها اونقدر آسان نیست. گپ بسیار نزن. رفتیم. تو در اینجا چی کار داری؟ به نزد من آمدن چی معنا داره؟ چی دردی داشته باشی طریق تلفن بگو. من داد نزن قومندان اوغور. چرا به کار مانع میشوی؟ چرا به کار مانع میشوی؟ شخصی را که کشتنی بودم چرا از دستم گرفتی؟ چی سفسطه میخوانی؟ به خود بیا. چخیل من مانع شدم. کلید؟ کلید ماشین جناب خلیج؟ بله، در نزد ماشین افتیده است. نباید این طور شود. باید با پدرم یکم کار کردن در کذفه. چی گفت؟ با تو 1000 بار گفتم که من یک درد دارم. این هم باشد دادر و خواهرم است، وگرنه از دنیا پروایی ندارم. فهمو فرهاد. بس است. دنیا با امید است. نمیخواهم. تشکر. اما باید تناول کنی. میخواهم که خوب روم جانان. ایاز، باید صحبت کنیم. از سحر این جانب چیزهای بد شده ایستادن، اما من خبر ندارم.
uzr mekhoham Gul. Yigit! Savaş zancida بود. کلید ماشین قماندان کلیج را پیدا کردم. کلید در نزد ماشین افتیده بوده است. چوکلکی حیوان صفت، اگر این کاری تو باشد با خونی افلاست نامم را بکن ننویسم. نامم کلیج دهن نیست. با بلا گرفتار شدی چوکلک، تو مردی. شما به خانه قماندان کلیج روید. کسی که این کارو کرده باشد احتمالی به خانه هجوم کردن را نیز دارد. فهمو. من باشم جستجو میکنم. در تماس میشویم. فهمو این طور باشد ما رفتیم گل. نه ایاز نه، هیچ گوه به تو باور نمی کنم. به خاطر منصب دلت را به پرتاب نخواهی پرتافت. چیزی شده است اما تو به من نمیگویی. یگان چیز نیست. دروغ نگو. من تو را خوب میدونم ایاز، وگرنه چشمانت را نمیگریزاندی. ایاز گوش کن، چیزی هست اما به من نمیگویی. بگو تا که یک جای حل کنیم. ایاز وجودم آتش گرفته است. وجودم آیا نمیفهمی؟ بس است. ایاز التماس. من میروم. ایاز ایست. چی کار میکنی؟ دیوانه شدی؟ ایاز فهمو، خاموش میستم. به خدا که یگان چیز نمیپرسم. اگر خواهی در نزد در میستم، اما نرو. Divane aşık gibi de dolanırım yollarda. Divane aşık gibi de dolanırım yollarda. Yar senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne? Kaldım İstanbul'larda. Kaldım İstanbul. Yar senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne? Kaldım İstanbul'larda. Kaldım İstanbul. Al şalım yeşil şalım, dağları dolaşalım. Al şalım yeşil şalım, dağları dolaşalım. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Maçkada buluşalım, maçkada bulut. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Maçkada buluşalım, maçkada bulut. Yüksek dağın kuşuyum da selviye konacağım. Yüksek dağın kuşuyum da selviye konacağım. İste beni babamdan, iste beni babamdan, iste beni anamdan,
چی شد؟ حیوان ها سر دهید. با من حاصل نکنید. من کلیش دهن هستم. صبح بخیر. وقتی نهاری؟ تشکر. اشتها ندارم. چرا؟ سببش رو میدونی. میترسم که به تو یگان حادثه نشود. همین ترس رو من هم دارم، لیکن نه برای خود، بلکه میترسم که من میمیرم و تو تنها میمانی. یعنی همین است که تو با من امانت اکات هستی و میترسم که وعده با اکات دادم رو اجرا کرده نمیتوانم. گل، با کجا می روی گل؟ با یگان جا. پایم شخ شده است. یاری دی هم ایاز؟ نه، خودم رو خوب حس میکنم. لازم نیست. تشکر. مرا به کجا آوردید؟ این کجاست؟ در تئاتر نقش میبازید. با معبد خوش آمدید کلیچ دهن. بشین. این چی معبد است؟ من به این معبد شما کار ندارم. در معبد چیزی مهم خاموشی است. کلیچ دهن. آرام شو. تو کیستی؟ اگر جانت برایت عزیز باشد این حال را به من شرح ده. نام من آرکچی است. در اصل نام من دیگر است، اما تو مرا آرکچی بگو. آرکچی؟ آیا تو رنجبر هستی؟ بله. تمامی کشدارهای کشور در اختیار من است. خوشه را که میپزد به 7 شخصی والا مقام پیشنهاد میکنم. آنها باشد قرار میبرند آن خوشه پخته شده تصدیق شود، راهبری کشور خواهد شد. چه شد؟ حیران شدی کلیچ دهن؟ یکی از آن خوشه های پخته رسیده توی سالهای دراز تو را نظارت کرده به 7 شخصی والا مقام پیشنهاد کردیم. آنها خوشه پخته بودنت را تصدیق کردند. حالا باشد برای فتح قله باید گفته های ما را اجرا کنی. در این کشور تمامی قلعه ها زیر تابع ماست. همش به ما گزارش میدهد. سیاستمداران، صاحبکاران، راهبرها، حزبها، بیمارخانه و دانشگاه ها امرهای ما را همه اجرا میکنند. کشتی بزرگ از آن ماست. باقی مانده ها باشند برای به ما نزدیک شدن حصه میگیرند. آیا شما مرا مسخره میکنید؟ گوش کن، تو آرکچی هستی یا آورلاکچی؟ این کاری توست. 7 شخصی والا مقامی گفته ات را نمیدانم. راهبری این تئاتر کیست؟ کارگردان کیست؟ بگو جیگرش را بکنم.
دشوار است. همین را بدان که تا این روز کسی به این کار موفق شده نتوانست. او تاج 7 والا مقام است. ما آن را خان مردان میگوییم. البته تو و دیگران او را با دیگر نام میشناسید. او دائما در نزد همه حضور دارد، لیکن همه او را با چشمی پرده پوش میبینند. حقیقتش را کسی دیده نمیتواند. حالا باشد به تو رسمی او را نشان میدیم که یک مراتب نگاه میکنی و تمام عمر فراموش میکنی. بعدا انتخاب میکنی سردار میشوی یا سرت را اصلا جدا میکنی. لیکن این خانی مردان همش همین است و باقی مانده را فراموش کن. قرارت را انتظارم. آفرین فرهاد، کار خوب رو اجرا کردی. آفرین. زفر چی شد؟ برگرد. کماندان کلیش زنگ زد. حالا باشد رسه میارم. دهانت رو پوش فرهاد، دهانت رو پوش. کلیش دهن با قله بلند، بلندتر. مادر، زفر زنگ زد. پدرم را یافتم. اوه، خدا رو شکر. کماندان زفر، این چی حال؟ کنه زیر آب آغوش گیر. زد. زفر گوش کن. مین با تنها ما هستیم. ما کلیش دهنیم با زرفه با بلندترین قله میبراییم. میفهمی؟ اغوش را به خاک یکسان میکنیم. مین با تنها ما هستیم. ما رقمی 1 هستیم. ما دهن ما کلیش دهنیم. گل تو را و من نمی آیم. خیر، برای چی؟ میدونی که باید ایاز رو حمایه کنم. تو هم واهمه کردی و بیمارخانه می رویم. شاید الکی او رو جواب داده باشند. گل رو التماس. خانم، جناب آقا شما را انتظار است. بیایید. آی توبه، چی شده باشد؟ ماینش حاضر. مرحمت ایاز جان، بین جای خوابت رو آماده کردم که دراز کشیده دمگیری. تلفن رو باشد به اینجا گذاشتم. اگر یگان چیز در کار شود با من الو بگو. دویده میآیم فرزندم. بسیار خوب. اکنون ما رفتیم تا که او دم گیرد. رفتیم. جانان دخترم رفته. پدر، شما روید، من کمی میستم. مایلش. ایاز، ممکن است که کمی با تو همراه ایستم. خوب دارم جانان، از من نرنج. خدایا به من مدد کن. این سراغ را بگیر. آنجا یک شاهد است که ما او را جستجو داریم. او با تو سیمایش را نقل میکنه. تو باشی رسمش را میکشی. من بزیر خبر دادم که
برایت ماشین میدهند. فهمیدی؟ خوب شده است جناب. اما این سروغه شرکت قادر خوش چی است؟ یکی از آدمان او نقل میکند. آدمش روس است و گپایت را با دقت قید کن. تا حال در همین جایی. زود بپر. با امر شما جناب. با کلیج مشغول بودم که باز این قادر ایلاوه شد. پدر؟ ترسانده پدر، ترسانده. ترس از چی؟ آیا پسر کلیج دهن میترسد؟ البته میترسد. پسر کلیج دهن تنها برای کلیج دهن میترسد. چی؟ بار دیگر تکرار کن. پسر کلیج دهن تنها برای کلیج دهن میترسد پدر. آفرین. برابری مدیر شدن، طرز گپ زدن را نیز آموختی. آفرین به تو شیر بچه من. با تلفن جواب ده فرهاد. جواب ده. بس کن گل. چه گفتنت رو میدونم. بخشش. زودتر جواب ده. دیوانه. خانم گل، ماشین برای رفتن تیار است. همون میویم. در حقیقت بسیار خواطر شدیم کلیج. کاش که زنگ میزدی. جای خواطری ندارد اسرا. تنها برای مجلسی مهمی مخفی مراره بودند. همش همین است. فرصت نشد. تو خواطر نشو. پسرم گوش کن. من بعد یگان چیز به مانند هر وقت نخواهد شد. خودت را برای این آماده کن. برابر بالا برآمدن من تو هم بالا می آیی. فهمیدی؟ فهمیدم پدر. من بعد با هم همراهیم. آفرین. زود باشد. زود باید شروع کنیم که وقتی بسیار ندارم. مرحمت گذار اینجا بشین. مرا با شاهد تنها گذارید. برای بمونی کشیدن رسم این شرط است. مایلش. من میروم. حجره با اختیاری شماست. مرحمت کنید. مرحمت اینجا شینید. خیر. از این بر میآید که آن بناموس بوده. بسیار خوب لط کرده است. آفرین به فرهاد. خیر من رفتم. نباید اطراف را تنها گذاشت. البته نباید تنها گذاری. آفرین. من مانده شدم. کمی دم میگیرم. کلیج باید صحبت کنیم. آیدی چی؟ آیدی سواش و جانان. نقل کن. مادامی که کارها خوب شده است میتوانم بگویم. به فکر من این اویله دارشوی رو فراموش کنیم. اسرا تو باز چی سفسطه میخونی ها؟ چی گفتنی؟ از کجا برآوردی؟ همه چیز عیان است. کلیج دختر سواش رو نمیخواهد. دیلش به دیگر شخص است. گور میکنم. فهمیدی؟ تو هم با گوشت شنو. گوش کن. آن دختر یا لباس عروسی میپوشد یا کفن میپوشد. مرا فهمیدی؟ یا با اختیار خود زنی سواش دهن میشود یا با آن دوست داشته سری خاک دفن میشود. همش همین است. تمام و سلام. چی؟ کلیج التماس نخود غضب چشمانت رو کور کرده باشد. لطفاً به من نگاه کن اسرا. من به این مقام به آسانی صاحب نشدم. فهمیدی؟ باز با قلم هم نآمدم. با خون صاحب شدم. با خون.
اگر لازم آید آن خون خشک نشده باز خون میریزانم. مرا فهمیدی؟ کلیچ مرا میترسانی؟ قسم میخورم که وجودم یخ کرد. تو تنها فکر خودت رو میکنی، با بالای این پسرت رو استفاده برده ایستاده. بس کن دیوانه‌وار گپ نزن. میترسیده است. چی میگویی هالدون؟ کسی ایاز رو تعقیب میکند، میخواد او را بکشد. امروز قریب بود که میکشت. فهما بسیار گپ نزن. یگید این رو حل میکنم. فرهاد سفسطه نخون. اگر دختر به مصیبت دوچار شده باشد چی؟ الو؟ الو یگید، من کلیچ. مرا گوش کن. کسی آدمی هالدون را کشتنی شده است. به خانه هالدون رفته. پرسجو کن. بفهم آنها کیستند. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. واه واه، کار را بین. نه کارشایش باریک است. لابای من یگید. صبح خیر. шинохтам. бо килиш даҳан кор мекунӣ? бале. туро огоҳ карда будам. дирӯз чизе шудааст. дар дигар ҷо суҳбат кунем? мешавад. ман мошин дорам. фаҳмо. ҳозир либоси ғафс гирам. худоё, барои чӣ ситораи ин ҷавон дар назарам гарм аст? агар додарам набошад чӣ? Ayaz! روحی سفید ایاز، روحی سفید. خدایا اکنون من چیکار میکنم؟ با کجا میروم؟ چرا این خیل شدیم ایاز؟ آن شام به من خود رو احتیاط کن گفتی و حادثه دیروزه رو در نظر داشتی؟ نه، اما پس از تندر دشمندار شدنت انیق بود. تندر را تو به دست آوردی. این تخمین کسبی من است. فهمیدم. دیروز آن آدم را دیده بودی؟ دیدم. چطور خلاص شدی؟ نمیدونم. بعضی چیزها پیش نظرم میآید اما چی خیل؟ یک شخص
рӯяшро дар ёд надорам, аммо ман дар оғӯшаш будам. аҷоиб. чӣ хел? намедонам. рӯяшро дар ёд надорам, аммо бегона набуд. барои ҳамин нороҳат нашудам. ҳис мекардам ки шахси боваринок аст. гӯё яке аз аъзои оилаам буд. ҳамааш ҳамин. дигар ҳеҷ чиз дар ёдам нест. боварӣ дорам ки ӯ маро ба беморхона бурдааст. фаҳмидам. ту дар деҳа калон шудаӣ? бале. чӣ шуд? аз дастонат фаҳмидам. мисли дастони ман аст. маҷбур будам ки кор кунам. дар кӯчаҳо, дар саҳроҳо. падару модарат чӣ? аз дунё гузаштаанд. шояд. дигар касе надорӣ, масалан хоҳар, бародар? بله، همین شخص. تا حال این کاری رسم با آخر نرسید؟ ها؟ چی شد، با آخر رسید؟ بله. بسیار خوب. کشیدن رسم با آخر رسیده است، نه؟ بله. من باید زود این رو ببرم که جناب آغور انتظارند. یک دقیقه. این چی رفتار است؟ این حجت را بمانده. اگر زنده باشم من خودم با آغور چکلک دسترس میکنم. شما در آنجا چی کار دارید؟ باید آغور را ببینم. چی کار داشتنم را از او بپرسم. این را من با آغور چکلک میبرم. اما من... تو با اجرای کار وظیفه دار هستی. تو وظیفه را اجرا کردی و کار تمام شد. کشیدن رسم را من خواهش کردم و من میبرم. میفهمی؟ تو میتوانی که بروی به یگان مشکلی. ба ту мегӯям аяз, хоҳар ё бародар надорӣ? ҳеҷ кас надорам. фарзанди ягона будам. пешхизмат. даро. ҷаноби қодир, метавонем каме суҳбат кунем? духтарам, ту дар ин ҷо чӣ кор дорӣ? барои суҳбат оиди як мавзӯи муҳим омадам. илтимос 10 дақиқаатонро ҷудо кунед. барои пешакӣ огоҳ карданат ташаккури зиёд. лозим нест, кори мо ҳамин аст. Aşan gelir karlı dağın ardını. Alo, labay. Xabari bad do'ram. Turib fosh kardanyapti. Чӣ? дар ягон ҷо меистӣ, ман фароям.
میخواهم کمی پیاده روم. یک دقیقه. تو این سرود رو از کجا میدونی؟ این رو پدرم دوست می‌داشت. تشکری زیاد. алло маро мешунавӣ? мешунавам. дар дигар масъала ман ҳақ будам. ин ҳамон аст. аяз. тавба, ман чӣ мегӯям, ту бошӣ чӣ мегӯӣ? охир туро фош карданиянд. бояд аз чашм нопадид шавӣ. не, ман ба марказ меравам, ту ҳамон ҷо биё. суруди падарат аст, а? суруди падарамон аст. додарам. حالا نه، بعدم بیا. حاضر من کار دارم و با تو مشغول شدن نمیتوانم. اگر مهم نمیبود نمیآمدم. برای من بسیار مهم است. 5 دقیقتان رو جدا کنید التماس. دخترم حاضر کار دارم. کار نمیفهمی؟ چند بار با تو میگویم؟ ای توبه. الو، چی میگویید؟ جناب، دختر صاحب جندل انشاءات خانم جانان آمدن. چی؟ جانان؟ همین خیل است؟ مایلش در مجلسگاه مرا انتظار شوید. حاضر می آیم. این دختر در اینجا چی کار دارد؟ جناب قادر التماس 5 دقیقه برای من جدا کنید. گپ‌هایم را گوش کنید التماس. مایلش دخترم، تو در اینجا برای انتظار شو، من کمی پس می آیم. انتظار شو. جناب ایاز، از استخوانه زنگ زدن، گفتن که ماشین ویران شده را تعمیر کرده می آورن. باید به شرکت روم. ماشینت را به من میدی؟ ها، البته. گیر. باید ماشین رو فروشم. برای آنکه ماشین بوی میگیرد. پس از سوار شدن تو. ها، قریب بود که فراموش میکردم. پول تعمیر ماشین رو از کیسه پرداخت کنم. نه از حساب شرکت، فهمیدی؟ پستی لین. توبه خدا. تبریک میکنم که همه چیز را از نو سر بکنید. من هم این را بسیار دوست میدارم. حتی هنگام سیر با ماشین مسافر را به صفر مبدل میسازم. این هم خوب است. لیکن هر جای کار ترتیب و نظام خود را دارد. اگر همه چیز را از نو سر کردنی باشی، به بخش عمومی رفته ورقه پر کنید. ورقه شما حتما به نظر گرفته می شود. مایلش. اما از شما یک چیز را خواهش میکنم. اگر به کار قبول شوم، در اینجا کار کردن من بین ما سیر بماند. البته شما خاطر نشوید که در شرکت ما سیر داشتن اهمیتی کلان دارد. سر را میدهیم و سیر را نه. معما نیست. تشکر زیاد. سلامت باشید. فکر میکنم که چه خیلی که در جندن انشاءات کار میکردید. کار را جدا نخواهم کرد. به یگان بیگانگی کار میکنم. خوب، بسیار خوب. این رفتارتان با من روزهای انقلابی رو به یاد آورد. بسیار خرسند شدم. مبارک شود. تشکر زیاد. به شما برای کار. تشکر خانم. وای هلدون، آهسته با چنگالم گرفتار میشوی. با صبر انتظار میشوم. تو تا حال در اینجایی؟ آخر انتظار شب گفتید کو؟ توبه، حالا با تو صحبت کردن نمیتوانم. تو حالا با نزد خانم نسرین رو، بگاه صحبت میکنیم. خیر دخترم. های توبه. یا لباس عروسی میپوشد یا کفن میپوشد. مرا فهمیدی؟ یا با اختیار خود زنی سوش دهن میشود یا با آن دوست داشته سری خواب دفن میشود. همش همین است. تمام. با سلام. خدایا، به غیر از تو کسی ندارم.
تو همه چیز رو میبینی. التماس حرص و غضبی در دل داشته کلیچ رو نیست کن، وگرنه بسیار رنج میدهد که من دل و جگرم رو خون میکنم. یا رب، برای خون ریزی نشدن به من راه نشان ده، یاری ده ای خدا. آمین. فرهاد، التماس نبیو. فرهاد، خدایا با دست من او را به آتش گرفتار میکنند. اگر به تو یگان چیز شود خودم را هیچگاه نمیبخشم، میمیرم. التماس نبیو فرهاد، التماس. مادر، با بچه بدبخت چنون گپ زدم که در جاش گنگ شده موند. باید میدیدی. چیکار شده موند؟ گنگ شده موند. گنگ شده موند. با او تیر تاثیر رسانده نمیتواند، اما تو باشی گنگ شده موند میگویی. پسرم، با مانند فکر کرده ما آن بچه بدبخت نبوده است. تو مسخره کردن رو یک سو گذاشته بهترش با او معامله خوب کن. مادر، اگر با شما باور کرده بازی کنم دائما مغلوب میشوم. کمی استوار شوید، به خود بیایید. پسرم، به عقلت حیران ماندم. استواری خصوصیت آدمانی عادی هست. این سخنم رو فراموش نکن. از دیگر سخنهایم هم بالاتر دان. چیکار کنیم؟ مثل زنهای کلوب شبانه رفتار کنیم؟ تو زنهای کلوب شبانه رو بسیار خوب میدونی. بله، اگر خواهی راهبری آن شرکت شوی، هوای تازه رو نفس کش، به اطرافت نظر افکن و چقور فکر کرده قرارت رو ده. این بچه پرقوت برآمد. فراموش نکن که اگر دشمنت پرقوت باشد در نزدت نگاه میداری. اوی مادر، من مشغول شده نمیتوانم. من حتی خواهش دیدن او را ندارم. احمق، اگر تو این تم کنی جانان پدرش را دلگیر کرده راهبری شرکت خواهد شد. تو باشی دستی خالی میمانی. مرا باشد شاید در کوچه پرتایم. چه خیلی من بتوله بودم، چقدر بدبختم. نه خود تو حالا هم نفهمیدی؟ نفهمیدم. نفهمیدی؟ پسرم گوش کن، من باید آن دختر رو با سبش آیله دار کنم، وگرنه همه چیز رو از دست میدهیم. فهمیدی؟ فهمو، اما جانان بدبخت با سبش آیله دار نمیشود. اگر لازم باشد پاره پاره میکنم، اما لازم نمیشود. حالا میبینی که همه به اختیار خود میآیند. من در رو کشویم. صحبت کنیم. آیدی جانان، مرحمت. باری هم کارگری عادی نشده ای؟ کارگری عادی؟ کارگری عادی در آفیس، یعنی حجت ها را برده می آورد. خلاص احتیاج به کارگری عادی دارید. یک دقیقه. فهمم. خانم جانان، از امتحان خودداری از غضب با موفقیت گذشتید. شما را تبریک میکنم. مراجعتتان قبول کرده شد. من به شما زنگ میزنم. تشکر. با شما هم تشکر. باز انتظار میشوم. به شما برای کار. ببخشید. نوشی جان، تشکر. صحبت کردنی بوده با فکرم آیدی جانان. بله، بسیار فکر کردم و در اصل دلم راحت نیست، اما قرار دادم که برای همه بخیر است. لیکن در این موضوع به دستگیری شما احتیاج دارم. البته یاری میدهم، اما قرارتان چیست؟ یا لباس عروسی میپوشد یا کفن میپوشد. مرا فهمیدی؟ یا با اختیار خود زنی سوش دهن میشود یا با آن دوست داشته سری خاک دفن میشود. همش همین است. تمام و سلام. سوش و جانان باید به اگون چیز اهمیت نداده اویله دار شوند. این بسیار مهم است. تنها
برای راضی کردن جانان به یاری شما احتیاج دارم. وگرنه التماس بیاید همکاری کنیم. جنابی ایاز شمایید؟ بله. ماشینت را آوردم، در بیرون من کردم. این کلیدی ماشین شماست. بسیار خوب. قرض من چقدر است؟ 600 لیره. مرحمت. این ورقی پرداخت شماست. تشکری زیاد. باید او رو حتما من کنم، وگرنه فرهاد را میکشند و مرا نیز نابود خواهند کرد. فرهاد چیکار میکنی؟ او رو باید من کنم، وگرنه همه چیز فاش میشود. آرام شو، خواطر نباش. کار از کار گذشته است و برای غمگین شدن نمیارزد. چه خیل؟ با فکرم با آخری راه آمده ایم. قریب است که دادرم را پیدا کردم. ایاز، او یقین دادرم است. نفهمیدم، اما آخری راه چی معنی دارد؟ یگان چیز رو نمیفهمم. چیزی نافهمایی ندارد. ایاز را پیدا کردم. دادری من بودنش رو نداند خوبتر می شود. بیاز باشد انیر با ایاز همراه است. برای همین من ناراحت نیستم. اکنون می توانم که کلیچ را بکشم. چی؟ گل با من وعده بده که این برای من بسیار مهم است. سفسطه نخون فرهاد. گل، کمی آرام باش. گپ یکات رو در یاد بیار. من با او وعده داده بودم. حالا باشد تو با من وعده میدهی. هرگز. آیا تو میدونی که چی میگویی؟ حاضر آنجا رفته کلیچ را نابود خواهم کرد. بعداً چی شدنش عیان است. هنگامی نبودن من دادر و خواهرم رو نگهبان باش. با من وعده ده، فهمیدی؟ نمیتوانم. میفهمی؟ نمیتوانم. مرا با دقت گوش کن. التماس، من بغیر از تو کسی ندارم. مرا غمگین نکن. مرا پشیمان نکن. نه. دادر و خواهرم رو محافظت کن. آنها رو اول به خدا بعدم به تو امانت می سپارم. تو را نیز پرسجو می کنند، اما همه گناه رو به ذمه من گذار. یگان چیز رو به ذمه خود نگیر که بسیار مشکلت می شود. التماس، من این کارو کرده نمیتوانم. میفهمی که نمیتوانم. باید توانی گل، باید توانی. سرده کرده نمیتوانم. زودتر گل، دیگر وقت ندارم. با من وعده ده. فکر اکات رو کن گل. این رو نه برای من بلکه برای اکات بکن. او برای این کار جانش رو فدا کرده است. جانی او در دست من است. اما که زرگر رو پیدا کن که همه حجت ها در دست اوست و آن حجت ها رو بر روزنامه نگاران مطبوعات تقسیم کن. اگر لازم آید نسخه اش رو گرفته به آدمانی در کوچه بوده تقسیم کن. این کار را حتما به آخر رسان. فرهاد، التماس این کارو نکن. التماس.
Marhamat kumandan. Bismillah. فرهاد 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 Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Gül! با پیش فرهاد. Bülbül kaçaldın aman 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 aman. Gülüm. Harakat nakun. Hargiz harakat nakun. Gaz را زر کن. زر کن. زر کن. Ayaz! 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 Doblado en Olimpusac, México. Bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın aman 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 aman. Gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman 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 ey. La venganza.